روز 28 می در شهر دوشنبه نمایندگان تاجیکستان و روسیه مشکلات مهاجرتی کاری و به مجرای قانونی درآوردن مهاجرت غیر قانونی را بررسی کردند. در این نشست که روز 29 می نیز ادامه می‌کند، از جمله درباره اجازه دادن به بازگشت هزاران مهاجر تاجیک به روسیه گفتگو می شود که مسکو همه آنها را برای قانون‌شکنی‌های گوناگون از حق بازگشت و کار در روسیه محروم کرده است. در همین جلسه گروه کاری از جانب تاجیکستان پیشنهاد گردید که امو پتنتی که شهروندان دریافت میکنند مهلت آن از 3 روز از 1 سال تا به 3 سال یعنی که تمدید کرده شود. این هم یک از پیشنهاداتی است که از جانب تاجیکستان در جلسه مشترک با جانب فدراسیون روسیه پیشنهاد گردید. در روسیه بیشتر از 1 میلیون مهاجر تاجیک کار و اقامت میکنند و صحبت امروزه برنامه در همین باره است. با همکارم در دوشنبه شعلای گلخواجه. شعلا، در روز اول نشست نمایندگان تاجیکستان و روسیه کدام از موضوعهای مهاجرت بررسی شدند؟ خب نشست گروه‌های کاری وزارت‌های کاری تاجیکستان و روسیه روزهای 28 و 29 می صورت می‌گیرد و مقامات دو طرف درباره حقوق مهاجران تاجیک در روسیه و همین گونه فعالیت شهروندان روسیه در تاجیکستان گفتگو می‌کنند. اخراج صدها هزار مهاجر تاجیک از روسیه و از حق سفر محروم شدن آنها یک مشکل جدی است که سالها دو طرف درباره آن گفتگو می‌کنند و تاکنون زیاد از 220 هزار شهروند تاجیکستان از روسیه رانده شدند و تخمیناً 100 هزار نفر دیگر برای قانون شکنی حق به روسیه در آمدن را ندارند. علاوه بر این به گفته مقامات در روسیه تخمیناً 400 هزار نفر مهاجر اگر از آن کشور برآیند به گفته مقامات نمیتوانند دیگر باره بر آنجا برگردند، زیرا یگان قانونگذاری ساحه مهاجرت روسیه را پایمال کردند. نمونه زیادی هست که مردم تاجیک برای کار به وطنش برگشته است و دیگر نمیتواند به نزد زن و فرزندش به روسیه بازگردد، زیرا او را برای با خود نداشتن شناسنامه جریمه کردند و نامش را به فهرست مهاجران قانون شکن شامل کردند. و در نشست گروه‌های کاری روسیه و تاجیکستان در دوشنبه اجازه بازگشت دادن به مهاجران تاجیک نیز بررسی می شود؟ بله، مقامات میگن که این مسئله را حتما با مقامات روسیه بررسی میکنند. در گذشته طرف تاجیکستان از روسیه خواسته است مهاجران رانده شده را عفو کند و امکان بازگشت و کار بدهد. البته عفو سراسری صورت نگرفت، ولی بعد گفتگوهای زیاد در نهایت تیر ماه سال 2014 تاجیکستان و روسیه گروه‌های مخصوصی در نهادهای مربوطه را تأسیس دادند که بعد بررسی پرونده‌های علایده مهاجران محروم شده از حق بازگشت مشکل آنها را حل میکنند. به گفته مقامات وزارت مهنت و مهاجرت، گروه کاری وزارت از تیر ماه سال گذشته تا حال حجت‌های بیشتر از 1000 نفر را به روسیه فرستاده است و مشکل 300 نفرشان الکی حل شده است. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه روز 2 اپریل ضمن سفرش به دوشنبه گفت که تاجیکستان و روسیه عزم دارند مهاجران را از سایه برآورند تا کسی نتواند آنها را استثمار کند. طور معلوم در روسیه بیشتر از 1 میلیون نفر از مهاجران از تاجیکستان کار و زندگی میکنند و بعد قبول قانون‌های نوی مهاجرت زندگیشان سخت‌تر شده است. تشکر. همکارم شعلای گلخواجه از دوشنبه صحبت میکرد.